ادامه حملات مقاومتگران در شمال کابل. چریک‌های مقاومتی بر طالبان در کاپیسا حمله نمودند. جستجوی راه حل مشکلات در خانه همسایه. وزیر خارجه ازبکستان خواستار ایجاد حکومت فراگیر با حضور همه اقوام در افغانستان شد. از انحصار قدرت طالبانی تا تاکید تقسیم قدرت از سوی جامعه جهانی، یونما بر ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرد. زغال افغانستان در بدل کلدار پاکستان. پاکستان برای رونق تجارت با افغانستان با کلدار معامله می کند. و مسیر حکومتداری پس از کودتای نظامی. 4 فعال دموکراسی از سوی حکومت نظامی میانمار اعدام شدند. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. شریک‌های جبهه مقاومت در ولایت کاپیسا با نشر نوارهای تصویری میگویند که حوالی ساعت 1 شب گذشته در روستای قزاق مربوط به ولسوالی حصه دوم کوهستان بر یک پاسگاه طالبان حمله کردند. شریک‌های مقاومت می‌افزایند که در نتیجه این حمله 3 طالب کشته شده و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. به گفته چریک‌ها در این حمله به خود آنها آسیب نرسیده است. منابع در صحبت با آماج درگیری دیشب را تایید می‌کنند، اما طالبان محلی در این مورد تا اکنون واکنشی نداشتند. وزیر امور خارجه ازبکستان در نخستین روز نشست تاشکند خواستار ایجاد حکومت فراگیر با حضور همه قوم‌های افغانستان شده است. ولادیمیر نوروف وزیر امور خارجه ازبکستان گفته است که مواضع همه کشورهای شرکت کننده و همسایه در این نشست واضح و مشابه است و طالبان باید به تعهدات خود عمل کنند. او افزوده است طالبان یک دولت فراگیر ایجاد کنند که شامل همه گروه‌های سیاسی، قومی و مذهبی در این کشور باشد. این نشست 2 روزه بین‌المللی به میزبانی ازبکستان تحت عنوان امنیت، رشد اقتصادی و اتصال منطقه‌ای افغانستان در حال برگزاری است. در این نشست 20 کشور و سازمان جهانی با شمول طالبان درباره افغانستان گفتگو می‌کنند. هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی وزیر خارجه آنان در نشست 2 روزه تاشکند درباره افغانستان به پایتخت ازبکستان رفته است. سفر هیئت طالبان به نشست تاشکند واکنش‌ها و انتقادهایی را نیز به همراه داشته است. جبهه مقاومت ملی افغانستان تلویحاً از دعوت نشدن نیروهای دموکراتیک مخالف طالبان در نشست تاشکند انتقاد کرد. این جبهه میگوید که از نشست تاشکند استقبال میکند، اما امیدوار بود که در غیبت یک دولت قانونی نیروهای دموکراتیک مخالف طالبان در نشست حضور می‌داشتند تا در تصمیم گیری سهیم باشند. فوزیه کوفی عضو سابق هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان روز دوشنبه از دولت ازبکستان به خاطر دعوت گروه طالبان به نشست بین‌المللی تاشکند انتقاد کرد. خانم کوفی میگوید کشورها برای مسئول نگه داشتن خود از افراطگرایی نظامی جهانی به طالبان رشوه میدهند. نشست بین‌المللی تاشکند در حال برگزار می شود که اخیراً راکت‌های از افغانستان به مناطق مرزی ازبکستان و تاجیکستان پرتاب شد که طالبان آن را به افراد شرور نسبت دادند که می‌خواهند روابط طالبان با کشورهای همسایه را متشنج کنند. همزمان کشورهای همسایه نگران رشد فعالیت اسلامگرایان خشونت پیشه در مناطق مرزی هستند. طالبان بارها تاکید کردند که به گروه اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده کنند. سر مسائل اقتصادی صحبت میشه و صحبت میشه که چطور افغانستان به مرکز ترانزیت و به مرکز اقتصاد بدل شود، چطور افغانستان نقطه وصل در مابین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی رول خود ادا کنه و همچنان درباره خط آهن که از ترمیز به مزار، از مزار به کابل و از کابل به پشاور تا به تمام مناطق آسیای جنوبی وصل شود، در این باره صحبت شد و آینده هم صحبت میشه و ما چون که با کشور دوست ازبکستان تعلقات بسیار خوب و حسنه داریم و امیدوار هستیم که در این عرصه پیشروی‌های دیگه هم داشته باشیم. سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان بر ایجاد دولت همشمول و فراگیر در کشور تاکید کرده است. یونما روز دوشنبه 3 اسد در توییت گفته است که مارکوس پوتزل، سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در دیدار با نمایندگان جامعه مدنی، زنان و کمیسیون مشورتی مردمی در ولایت بامیان بر تشکیل دولت فراگیر تاکید کرده است. مارکوس پوتزل پس از گزینش به عنوان نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان دور از سفرهای ولایتیش را آغاز کرده است. پوتزل تا حالا از ولایت‌های ننگرهار، خوست و بامیان دیدار کرده است.
روزنامه ابزرور پاکستان به نقل از مقام‌های این کشور در گزارش نوشته است از این پس برای تقویت روابط اقتصادی تجارت با افغانستان مبادلات تجارتی با استفاده از ارز کلدار صورت می‌گیرد. طبق گزارش مقام‌های پاکستانی با ابراز خرسندی از این تصمیم گفتند که به دلیل عدم دسترسی به ارز قابل معامله از طریق کانال‌های بانکی تجارت تمام محصولات را برای یک ساله با افغانستان از طریق روپیه و از طریق مسیرهای زمینی مجاز کرد. این مقام‌های پاکستانی به این باورند که این امر علاوه بر نوید رونق در منطقه همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. در همین حال این روزنامه به نقل از مهر کاشف یونس بازرس مالیاتی پاکستان نگاشته است از آن جایی که اقتصاد به شدت نیازمند فشار برای رشد پایدار است، پاکستان می تواند با افزایش مقیاس و عمق تعامل اقتصادی با افغانستان از فرصت‌های موجود بهره ببرد. آقای یونس از دولت پاکستان نیز خواسته است که اسکنرهای نصب شده مرز تورخم را برای تسریع در حمل و نقل کالاها باید به گونه فوری 2 برابر سازند تا جریان بیوقفه حجم تجارت از هر دو طرف و طور کامل تضمین شود. طبق این گزارش افغانستان سومین مقصد صادراتی محصولات پاکستانی است، اما این روند در چند سال اخیر تغییر کرده است. تجارت دوجانبه پاکستان سالانه 1 میلیارد دلار ظرفیت دارد که به نظر می رسد اکنون پس از این تصمیم کاهش یابد. حکومت نظامی میانمار روز دوشنبه اعلام کرد که 4 فعال دموکراسی را به اتهام کمک به انجام اقدامات تروریستی اعدام کرده است. این اعدام‌ها که باعث محکومیت گسترده شده است، به نظر می‌رسد که اولین اعدام‌ها در چند دهه اخیر در این کشور باشد. نظامیان 1 سال پیش قدرت را به دست گرفتند. این 4 مرد که در دادگاه‌های غیر علنی در جنوری و اپریل به اعدام محکوم شدند، متهم به کمک به شورشیان برای مبارزه با ارتش شدند که سال گذشته در کودتا قدرت را به دست گرفت و سرکوب خونین را علیه مخالفان خود برآ انداخت. دولت وحدت ملی میانمار یک دولت در سایه‌ای که توسط حکومت نظامی غیرقانونی شناخته شده، اعدام‌ها را محکوم کرد و خواستار اقدام بین المللی علیه ارتش حاکم شد. روزنامه گلوبال نیولایت میانمار نوشته که در میان اعدام شدگان کیا مینیو فعال دموکراسی معروف به جیمی و فیو زیاتاو قانونگذار سابق و هنرمند هیپ هاپ بودند. این 2 نفر که از متحدان آنگ سان سوچی رهبر برکنار شده میانمار بودند، در ماه جون اعتراض خود به این احکام را از دست دادند. در پی انتخابات پارلمانی سال 2020 در میانمار حزب ائتلاف برای دموکراسی به رهبری خانم سوچی توانست اکثریت کرسی‌ها را از آن خود کنند، اما ارتش نتیجه رأیگیری را باطل اعلام کرد و با زندانی کردن رهبران این حزب از جمله آنگ سان سوچی بار دیگر قدرت را در دست گرفتند. کودتا در میانمار اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخت، اما به سرعت سرکوب شد.